چه سکوتی. صبح بخیر دوستان. امروز یک شنبه است، روز تعطیل مثل جمعه صبح‌های ایران که هیچ کس تو خیابون نیست. امروز هم همینطوره. ساعت 7:37 است. دمای هوا 29 درجه فارنهایت یا تقریبا -1 درجه سانتیگراد که من امروز فیزلایکش رو چک می‌کردم قبل از اینکه راه بیفتم. فکر می‌کنم -8 بود. به هر حال امروز گفتم به جای اینکه حالا تو خونه بمونیم بریم اینجا یه دونه تپه در واقع نه چندان بزرگی هست، میتونیم یه کوهنوردی کوچیک اینجا بریم و یک صبحانه درست کنیم اونجا و تا ظهر ان شاءالله برمیگردیم خونه. با من همراه باشید. من سعی کردم لباس زیاد بپوشم، چند لایه پوشیدم و در نهایت این کاپشن روش پوشیدم. البته فکر کنم الان هوا یه مقدار بهتر بشه، پس بهتره اینو در بیارم. همونطور که میبینید تو خیابون هیچ کس نیستش. برای اینکه در واقع مسیر تریل کوهنوردی رو مشخص کنن روی هر درختی علامت زدن که کوهنوردان موقع برگشت گم نشن. دیروز شنبه بوده، روز تعطیل بوده، بعضیا همون روز شنبه اومدن و چادر زدن اینجا. این منطقه پوشش گیاهیش بیشتر درختای کاج هست. این هم از کل دریاچه که یخ زده. این قسمت های از آب به خاطر اینکه توی وسط درخت ها بوده، پوشش گیاهی شاید باعث شده که از باد و اینا در امان باشه، کامل یخ نزده. حتی زمینم اگه رطوبتی توش بوده یخ زده کامل. اینجا این مپشه. ما الان اینجا هستیم. بعد این مسیر رو بیایم تا برسیم اینجا که در واقع نوک قله هستش، کوینسی. این تریل کنار یه شهریه تو حومه بوستون به اسم کوینسی. این کوینسی تاریخ خیلی جالبی داره. جان آدامز کوینسی، ششمین رئیس جمهور آمریکا، تو این شهر متولد شد. البته قبلا اسمش برین تری بود ولی الان یه قسمتیشو کردن به اسم رئیس جمهور کوینسی. سال 1825 تا 1829 رئیس جمهور آمریکا بود. البته فقط یک دوره و تو اون مدت هم روی بحث توسعه اقتصاد و توسعه علم خیلی تلاش کرد، اما فقط یک دوره تونست رئیس جمهور بشه به خاطر اختلاف‌های سیاسی که توی حزب دموکرات براشون پیش اومد. ولی بعد از اینکه از قدرت پایین اومد باز هم توی سیاست موند و به مجلس نمایندگان راه پیدا کرد. ایشون توی هاروارد تحصیل کرده و در واقع تو همین بوستون شهر کمبریج هاروارد اونجا واقع شده که ایشون هم اونجا جزء فارغ التحصیلای هاروارد هستن. پدر ایشون جان کوینسی دومین رئیس جمهور آمریکا بود. یعنی این توی یک خانواده کاملا سیاسی و تحصیل کرده به دنیا اومد. الان که هوا سرده و زمستونه میشه از تریل خارج شد، از مسیر خارج شد و یه مقدار به این سمت اون سمت رفت. اما هوا که گرمتر میشه توی بهار تابستون به خاطر این شاخه‌های ریز و ریشه‌هایی که میاد بیرون از تو زمین، راه رفتن توی این مسیر خیلی سخت‌تر میشه. این درخت خیلی جالبه، از وسط صخره در اومده.
اینجا آب هستش، این هم میتونه به عنوان میز ما باشه. سکوت، صدای آب. صبحانه اینجا بزنیم. واسه صبحانه امروز تخم مرغ داریم و آووکادو، نون توست و نسکافه. این هم از تخم مرغمون. نسکافه دانشجویی. چند وقت پیش یه ایمیل زدم به تسلا، ازشون درخواست کردم برای تست رانندگی سایبر تراک. حالا منتظرم ببینم که بهم جواب میدن. به محض اینکه جواب گرفتم بهتون میگم. احتمالاً بخوام برم یه تست رانندگی باش بکنم، یه ویدیو هم اون موقع میگیرم. Ready? Ready? You ready? You ready? Yeah, go! Go! You ready? 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 Go! خیلی جالبه، میاد میندازه جلو پای من که من بگیرم بندازم براش بازی کنیم با هم دیگه. حالا رفته اون تم منتظر منه. Relax. Ready? Go! Come on. Let's play. Stay right there. Don't move. Don't move. Ready? Go. You have dogs? No, I don't have. Oh, you I don't? love dogs. Oh, Yeah. you should get one. I think so. Yeah. Yeah. Because I figured you had dogs because you're so good with her. No, I love him, but you know, it's just so much responsibility, you know. And you know, Go, go, working go. full time, having kids, having wife. I guess not right now. Maybe later. Yes, but you're so good with dogs. Yeah. Oh yeah. All right. Enjoy your Bye. life. You too. یه دریچه یخزده دیگه. این هم از این. نمیشکنه. Uh-oh. درسته الان زمستونه، زمین یخ زده، ولی به خاطر این پوشش گیاهی که داره، این برگایی که میرزه زمین، خودش به اندازه تقریبا 2-3 سانت یه حالت زیراندازی درست کرده که شما نه تنها راحتین بلکه احساس گرما میکنید. اینجا هم قله است. این هم داونتاون بوستون. صبح که اومدیم هیچی ماشین نبود، الان پارکینگ برو ماشین.
اینم از امروز. امیدوارم همونقدر که به من خوش گذشته شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، خیلی کمک میکنه که این شبکه رشد کنه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.